افکن B2 اسپریت آمریکا، پرنده بی صدا، بی نشان و مرگبار. این بمب افکن نامرئی آمریکایی با طراحی بال پرواز و پوشش‌های رادارگریز از ارتفاع 50,000 فوت عبور میکنه تا به قلب دشمن رسوخ کنه، بیان که راداری اون رو شناسایی کنه. از کوزوو و افغانستان گرفته تا عراق، لیبی و یمن و حتی حمله اخیر به تأسیسات هسته‌ای ایران با یک پرواز 37 ساعته بیوقفه از مأموریت‌های مهم این بمب افکن بوده. این بمب افکن حدود 6000 مایل بدون سوختگیری میتونه پرواز کنه و با هواپیمای سوختگیری تبدیل به یک همسفر جهانی میشه. حدود 2.1 میلیارد دلار برای هر فروند با هزینه پروازی $135,000 در هر ساعت. این بمب افکن خاص قرار جای خودش رو به B-21 ریدر بده، اما تا اون زمان هر پرواز B-2 نشون دهنده تعریفی متفاوت از توان محاسباتی بالا و فناوری رادارگریزه.